به نظرتون یکم غیر طبیعی نیست؟ سیاوش بدون هیچ بحثی اینقدر داغ کرد. دعوای سیاوش به ترانه یک سناریوی ساختگی بوده. سیاوش با انتشار یک استوری سناریوی کارگردان برنامه رو لو داد. حتی داخل یک ویدیو به صورت مستقیم لو میده که همه چیز سناریو بوده. برام واقعا عجیبه. یه جوری از این دختر حمایت میکنید که انگار فرشته مظلوم برنامه است و هیچ تقصیری بابت کارهایی که کرده نداره. حالا چرا کارگردان برنامه سیاوش رو حذف نکرد؟ اگه شدت ضربه اونقدر شدید بود که مردم میگن سیاوش باید حذف شه، چرا کارگردان برنامه سیاوش رو از برنامه ننداخت بیرون؟ یعنی شماها از پشت دوربین تشخیص دادین که سیاوش حذف شه و گناهکاره، اما کارگردان و مسئولین ساخت عشق ابدی متوجه حمله سیاوش نشدن. دلیلش خیلی واضحه.